تو تهران اونقدر سرقت زیاد شده که محاله توی هفته با چشمای خودت چند تاشون نبینی. یکیشون یه بطری دستش میگفت اسید ندی، گوشم اسید می‌پاشم. یه لحظه برام سوال شد این صدای موتور چیه هی میاد بغل دست من. متاسفانه همین دوتایی که اینجا نشستن یکیشون چاقو گذاشتم خرخرم. طی این یک هفته 2 تا گوشی ازم برده. تا حالا فکر نمی‌کردم همچین کاری رو انجام بده. 2 میلیون برای کلش می‌خواستم بدم 500 تومن برای بنزین ماشین. گوشی هم میشه اینجا دزد هفته حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سر کوچه ها میزه. خلاف جهت ماشینا اومد جوری وایساد که من نتونم من سمت راننده بودم دیگه نتونم در ماشینمو باز کنم. گردنبند از گردن من زد و با سرعت خلاف جهت ماشینا رفت. داشتم میرفتم به سمت مشهد، داشتم میبردم که به نفر که به من هماهنگ کنه تحویل بدم. میدونستم رجیستر نداره ولی 100% دوزشو نمیدونستم. داشتم میرفتم به سمت مشهد، میدونستم رجیستر نداره، داشتم میرفتم به سمت مشهد. یا امام رضا خودت آیفونامونو برگردون. آره مشهد. ماجرا از اونجا شروع شد که دزدی گردنبند توی تهران مخصوصا توی میدون هفته تیر خیلی زیاد شده بود. مردم هر روز از زورگیری و دزدی گردنبند حرف می‌زدن و پلیس هم مجبور شد وارد عمل شه. مجبور. گزارش‌های زیادی از سرقت‌های سریالی گردنبند به پلیس می‌رسید و افکار عمومی هم خیلی حساس شده بود. پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام عملیات گسترده و پیچیده موفق شد این سارق حرفه‌ای و شناسایی رو دستگیر کنه. این سارق سابقه طولانی توی سرقت‌های کوچیک اما متعدد داشت و معمولاً با موتورسیکلت گردنبند زنای جوان رو می‌خوابید. چند تا از این سرقت‌ها توی میدون هفته تیر اتفاق افتاد، جایی که یه زن جوان بعد از خروج از فروشگاه توسط این سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و گردنبندش دزدیده شد. پلیس با استفاده از دوربین‌های مداربسته و تحقیقات میدانی تونست این سارق رو شناسایی و دستگیر کنه. وقتی پلیس به خونش رفت کلی طلا پیدا کردن. این نشون میده که چقدر فعالیت‌های محرمانه داشته. وقتی ازش پرسیدن اعتراف کرد که 25 فقره سرقت انجام داده. یعنی واقعا آدم شجاعی بوده که این همه سرقت انجام داده و هیچ ترسی نداشته. امروز به منظور روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده، سارق و شاکی به محل وقوع جرم توی میدون هفته تیر منتقل شدن و صحنه سرقت رو بازسازی کردن. تو این بازسازی که با حضور خبرنگارا برگزار شد، سارق دقیقاً توضیح داد که چطور این سرقت رو انجام داده و مسیر حرکت خودش رو نشون داد. شاکی هم نقاطی که سارق بهش نزدیک شده بود رو نشون داد و کل جزئیات حادثه رو برای پلیس و خبرنگارا توضیح داد. یه جوری هم باز کنم گردنبند از گردن من کند و با رفت. دستگیری گردنبند حرفه‌ای توسط عوامل اداره اجرام و پلیس آگاهی تهران بزرگ با راهنمایی هدایت متهم به محل سرقت مراجعه کردیم. خانمو دیدیم گردنبند داشت، اومدن اینجا وایسادن بغل در ماشین. بله ما از بالا اومدیم پایین، گردنبندشون رو کندیم و رفتیم رو به پایین. یه نقلیت موتور هوندا بود. تنها بودی؟ بله با هم دست داشتی؟ تنها بودیم. یعنی اینقدر تو تبحر داری که هم رانندگی کردی هم همزمان گردنبند خانم از گردنش خوابیدی. خانم واسش مشکلی پیش اومد بعد از سرقت؟ نه ما رفتیم پایین. یعنی دیگه نگاه نکردی اصلا دیگه. با هماهنگی مقام محترم قضایی در مخفیگاهش به اصطلاح اقدام به دستگیریش کردیم که ایشون با توجه به اینکه خب سوابق قبلی هم داشت اقدام به درگیری با مامورین داشت که با قاطعیت در صحنه باش برخورد شد و دستگیر شد. سوابق قبلیشون چیا بوده جناب؟ سوابق قبلیشون هم سرقت داشتن و هم مواد مخدر. روزهاتو چطور انتخاب می‌کردید؟ دیدیم اتفاقی دیگه می‌دیدیم و فقط هم سراغ خانوما می‌رفتی شما؟ فرقی نمی‌کنه یه موقع اکثرا سراغ خانوما می‌رفت. بله. دلیلش چی بوده؟ راحت‌تر بود گرفتنشون دیگه. و اصلا فکر نکردی که ممکنه اتفاقی براشون بیفته؟ کردیم ببخشید دیگه اون بشه. اون حالتی که گردنبندو می‌کشی کردیم. خطرناک نیست این کار؟ چرا؟ شرمنده‌ایم دیگه ما تعهد ببخشید. اگه که یه کسی با خواهر خودشون، مادر خودشون، همسرشون، اقوامشون، عزیزانشون یک چنین کار فجیعانه و وحشیانه‌ای انجام میدادش، چه بازخوردی داشتن، چه
عکس العملی میخواستن نشون بدن و امیدوارم که تا اینجایی که مراجع قانونی به بهترین نحو کار خودشون رو انجام دادن از جای بعدم با اقتدار سخت‌ترین مجازات‌ها رو برای امثال اینها در نظر بگیرن که باعث پیشگیری از اتفاقات بعدی و درس عبرتی بشه. موتورش رو جلوی ماشین من پارک کرده بود، یعنی از قبل منو تحت نظر داشت. بعد که من اومدم سوار ماشینم شدم، ایشون جلوتر رفت، سوار موتورش شد، خلاف جهت ماشینا اینجوری وایساد، اومد یه جوری که من نتونم در ماشین سمت راننده بودم، نتونم در ماشینمو باز کنم، موتورش رو یه جوری گذاشته بود نتونم ماشینمو باز کنم، گردنبند از گردن من کند و با سرعت رفت. عملکرد پلیس رو شما چطور دیدین؟ خب خدا رو شکر خیلی خوب بود و سریع بود، یعنی من فکر نمی‌کردم که پیگیریای من نتیجه‌ای نداشته باشه، ولی خدا رو شکر خیلی خوب و سریع کمک کردن. ممنونم ازشون دیگه. نیروهای انتظامی که جونشون رو به دستشون گرفتن با اینکه افراد بیشتر اگر پیگیری‌ها بیشتر بشه، مواظبت‌ها بیشتر بشه و رعایت کارهایی که دزد به وسوسه نیندازه مردم بدن بهتر بشه. سرهنگ حسنی رئیس اداره 18 پلیس آگاهی تهران توی حاشیه این بازسازی صحنه گفت که با دستگیری این سارق و بازسازی صحنه جرم یک گام مهم توی افزایش امنیت شهروندان برداشته شده. پلیس با قاطعیت با سارقان و افرادی که امنیت شهروندان رو به خطر میندازن برخورد میکنه و اجازه نمیده که آرامش شهروندان خدشه داشته. من اومده بودم خرید، بعد فکر می‌کنم ایشون از قبل منو تحت نظر داشتن، چون موتورشون رو جلوی ماشین من گذاشته بودن. بعد اینجا منتظر بودم من خریدمو بکنم، آب میوه‌مو بخورم. من از اینجا که اومدم بیام سوار ماشین شدم، ایشون جلوتر از من رفت، سوار موتورش شد، خلاف جهت ماشینا اومد، جوری وایساد که من نتونم من سمت راننده بودم دیگه، نتونم در ماشینمو باز کنم، گردنبند از گردن من زد و با سرعت خلاف جهت ماشینا رفت. شوک شدم و اینکه خیلی ترسیده بودم دیگه، ولی خب خدا رو شکر تونستیم از طریق دوربینای مداربسته تصویر ایشون رو به پلیس بدیم و خدا رو شکر پلیس هم خیلی سریع وارد عمل شدن، پیگیری کردن و واقعا ممنونم، چون من اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر سریع جواب بده این قضیه. یکی از کسبه منطقه هفت تیر گفته از اینکه پلیس با سرعت و دقت به این پرونده رسیدگی کرد و صحنه جرم رو بازسازی کرد خیلی خوشحالیم. امیدواریم با دستگیری بقیه سارقا شاهد افزایش امنیت توی شهر باشیم. پلیس در انتهای این برنامه با توصیه جدی به مردم گفت از حمل مقادیر زیاد طلا و جواهرات توی اماکن عمومی خودداری کنید و موقع تردد توی خیابون به اطراف خودتون توجه داشته باشید و از افرادی که رفتار مشکوکی دارن دوری کنید. مشاهده می‌کنیم گردنبند به صورت آشکار، حالا آقا هم هست، به صورت آشکار داخل تیشرت هم نیست و کاملا یه سوژه آماده برای سارق ما هست. آقا طلاست دیگه، درسته؟ شما نظرت چیه؟ این الان یه سوژه آماده است. به راحتی میزنی میره، درسته؟ چقدر ارزش مالته؟ 40 تومن. درسته؟ بله. خب الان ما چیکار کنیم طلا رو؟ من میرفت تو. هفته 2 بار 3 بار سر اون کوچه‌های موتوری اینا میومدن طلای زن و بعدم گوشه هم میشه اینجا دزد هفته حداقل 3 تا 4 تا 5 تا سر کوچه‌ها میزدن. ما هر سر تر زنگ میزدن پلیس هم اقدام میکرد. یه دنیا مامون نشه. همونی که همیشون زحمت کشن، همیشه سر اقدام میکنن. برق، بارون، تابستون، زمستون نداره، همیشه زحمت کشن. همیشه زحمت مردم میکشن. این مواردی که شما گفتین سرقت شده معمولا از خانوما مثل اینکه اکثرا خانوما سرقت میکردن، میمدن سر کوچه، این پاس سری میزد داخل کوچه فرار میکرد یا ورود ممنوع. خلاف جهت خیابون اکثرا ورود ممنوع میمد. پلیس متهم رو دستگیر کرد، طلاها رو هم به این خانم برگردوند، اما دیگه اون آدم سابق نمیشه. بعد از یه همچین حادثه‌ای همیشه ترس و وحشت همراهشه که شاید این اتفاق دوباره براش تکرار بشه و هیچی براش دیگه مثل سابق نیست. سارق طلا و گوشی و پول همیشه بوده، همش هم از فقر و مشکلات مملکت و تربیت جامعه و فاصلات طبقاتیه. این روزا همه توی فضای مجازی از مسئولین میخوان به جای این همه حجاب بام به فکر مامورای امنیتی توی شهر باشن که انقدر شاهد سرقت نباشیم. یادم یه جا خوندم که توی این دوره زمانه انقدر همه چی گرون شده با این اوضاع اقتصادی که برامون درست کردن، اگه یه چیزی ازت بدزدن واسه اینکه دوباره اونو داشته باشی تو هم مجبوری مال یکی دیگر رو بدزدی. هاها بگذریم.
دزد ایرانی و هموطن خودمون کم بود، یه سری دزدم پیدا شدن که اتباع افغانن و تخصصی توی کار گوشی، اونم فقط آیفون رو از دستت میقاپن، بعدش میفرستن افغانستان برای فروش. آیفون 80 میلیونی رو میدزدن و با 1/10 قیمت میفرستن افغانستان، اونم از طریق مرز مشهد. یا امام رضا خودت آیفونامونو برگردون. طی این یک هفته 2 تا گوشی ازم بردم، اونم پیگیری ردیابی نکردم ولی اینو ردیابی کردم. چیزی حدود 200 دستگاه گوشی مسروقه از سارقین و خریداران اموال مسروقه که به صورت شبکه‌ای باندی رو تشکیل داده بودن که 3 نفرشون از تبعه کشور افغانستان هستن، اموال رو از سارقین خریداری میکنن و به صورت پکبندی بسته‌ای که مشاهده می‌فرمایی در بسته‌ای 5 تایی 6 تایی 10 تایی به خاطر اینکه آسیبی بهش نرسه گوشی‌ها بسته‌بندی می‌کردن و از طریق مرز خراسان شمالی و مشهد اینا رو انتقال می‌دادن به کشور افغانستان. من یک دفعه گل خوردم، این بار همه اینا تو ماشین من بود. داشتم میرفتم به سمت مشهد، صادف کردم زنم فوت کرد، بچه‌م رفت. داشتم می‌بردم که به نفر که به من هم کنه تحویل بدم. میدونستم ریجستر نداره، ولی 100% دزدش نمیدونستم. ماشین رو دادم به این آقا، گفت کارم گیره، شاید گفتم بیمار داشته باشه، چون احتیاجی ندارم که پول بگیرم. 10 سال میشناسمش، اصلا تا حالا فکر نمی‌کردم همچین کاری رو انجام بده. 2 میلیون برای کلش می‌خواستم بدم، 500 تومن برای بنزین ماشینه. من تو عمرم یه خودکار به خدا قسم جابجا دزدی نکردم، از دست کسی هم نگرفتم، مال روم نخوردم تا تومن. که در حال حاضر مشاهده می‌کنین افرادی هستند که در کار پک و بسته‌بندی و توزیع گوشی‌های مسروقه فعالیت دارن. الان که دیگه صدای موتور میشنوم، هم اطرافمو نگاه میکنم، هم کیفمو بغل میکنم، گوشیمو که اصلا دیگه تو کیفم نمیذارم. به هر کسی به راحتی اطمینان نکنن، گوشی رو به دست کسی ندن، گوشی رو تو دستشون تو خیابون نگیرن، تو پیاده‌رو سمت دیوار صحبت کنن. شیشه باید بالا باشه، حتی اگر کولر نداره ماشین گرما رو تحمل کنه لااقل. حالا یه سامانه اومده به اسم همیاب که اگه خدای نکرده گوشیتو بردن، میتونی توش ثبت نام کنی و شماره سریال گوشیتو وارد میکنی و هر وقت پیدا بشه سریعا بهت خبر میدن و میتونی گوشیتو پس بگیری. امیدوارم که همیشه از همچین اتفاقایی دور بمونین و در امنیت کامل باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. سلام لزفراتها والأنين. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. با یه صلوات مراسم رو شروع میکنیم. آیفون 8 رو تغییر نام میدم به نام مبارک علی ابن موسی رضا. صلوات.